دیگل هاتنا هر پیروری که آینی یان جیان نتوی بازار برنگه که گشتی گرانبونه که ایجار بخواه ببینید. بازار گوشت فروشان جید ماه رمضان دا گرانبویه و ولاتی جید بیجن. گرانبونه هر شتگل بازاری کاریگری خول سر روش جیان آوان دکد. بیشم کارت کردن گران کردن بازاری پتر دکاندار و بازرگان اگر سرکی نه چونکی گلک جارا حکومت دلچنا دانی دی چافدری که چند جارا دی سردان آوان کردن دی سزا دانی تبر بس چند روزا دی غرامشی که دکانا عزل کرد پشتینگه اف دکانداره لازمه آب خوز میره خوب دتا شولی زانید فقیر و جار ناف ملتی هین هیویدارین حکومت چاره سریه که بینی دیفچونا بازار کرد تایبتی ماه رمضان دا خلق فقیر و جار دست کردن و دست پیشخریا باش لای زنگین آجی و بهتر کردن هاریکاریا فقیر و جار کن جلای خوبه گوشت فروشی اگر گرانبونا گوشتی بون نبونا چافدری لاینن پیوندی دارو گرانبونا علفی گیانه وران ودگرینن کیلو نرمه بگه به 1000 نر پتری 1000 نر چون اثر به اینو که 13 و 14 و بگه 15000 گرانی نه که هر چیزی که بازاری داره گران بود گوشت بشه کش فی بازاری یه گران بود و امدادگری نوی هندی یک علف گرانه علم نشد حیوان خدا کشی به اینو که علف گرانه دو حکمت هایی کجا خدا نه آجالی نکردن وش هندی گران وش حدید درکتی والواس عراج نامیده هیچ گران بید بله سبب چه سبب گرانی خود زاری بنا و گمرکن و اوی دینه مصارف چه نسر علف گرانه و اره ولا برا ده تزانین که بودم چندین سالانه روشا ولاتین هریما کردستان یا آبوری تک چویه به صدمی گیرو بونا موچه و نبونا دلیون کاری و صدمین دین جدا جدا متین محمد رادینان میدیا دهوک